سلام بچه ها، خوش اومدید به ویدیو امروز اومدیم یه دونه گیم پلی و اتچمنت 117 داشته باشیم. اگه اتچمنت 117 و سیزن 11 میخواید همین ویدیو تا آخر با ما همراه باش. لایک، سابسکرایب یادتون نره، یه دونه کامنت هم بنویسید و هیچ دیگه هیچ نمیمونه. پس لیتس گو، برو بریم. خب بچه امروز اومدیم یه دونه اتچمنت 117 داشته باشیم. اصلا گیم پلی و گذاشتم از وقت پرواز تا خود گاندراب که رفتیم اتچمنت رو برداشتیم و زدیم. فکر کنم باش یه دونه کیل تونستم بزنم، چون بچه های مچ همه رو جورو کرده بودن دیگه. آره دیگه بچه ها اینجا میتونستم فینیش بگیرم دیگه، نگرفتیم. گفتیم گاه نداریم، میاد میزنه پارمون میکنه، فینیش نگرفتیم. اینجا اومدم اینو زدم، دیدم همون طرف از اون ور منو زد، از اون ور ما رو زد و منتظر موندیم یا کامل ما رو بزنه تا باز بتونیم بپریم پایین. دیدم بچه ها بله یکیشون پریده اون ور، یکیشون هم پریده این ور، فقط من پریدم. راش علکی بود، ترایارد زدیم و بله کلاسمون رو عوض کردیم و کلاس اسموک برداشتیم، چون اسموک نمونه تو مواقع شلوغ خیلی بکاره بود. دیدم اینجا بچه ها دارن لوت میکنن، گفتم ما هم کجا بپریم کجا نپریم. یه جای خلاصی هم بشه لوت کرد، دیدم گفتیم بریم سمت بالا چپ مپ، اینجا بهترین جا واسه الان لوت کردیم. رفتیم یک کیلم اینجا گرفتیم، اینجا پریدیم پایین، اومدیم ببینیم خدایا گان پیدا میشه یا نه. صدا پا داشتیم اینجا، یه دونه صدا پا گرفتیم، یه دونه تو رادارمون تو صفمون یه دونه صدا پا اومد، خطشو گرفتیم. دیدیم تو همه خونه است، دید یه نفرم باز رفت تو خونه، اومد بدون رو یامیامش کردیم، یه کیل مفت گرفتیم ازش، لوتش کردیم. اینجا راست واقعی دنبال اسنایپ بودم ولی دیگه بی وایف پیدا کردم، بی وایف کشیدم جواب، ولی کریم توی گاندراپ هم بهتره. بودیم لوت کردیم واسه بینازنی واسه سیزن 11. واقعا این AK 117 که گذاشتیم خدایی که حقی، یعنی انمیو از حداقل از فاصله 40 متر راحت میزن. واسه تو آخر ویدیو گذاشتم که چه فاصله چه رنجی میزنه. لطفا از تو خواهش کنم ویدیو نگاه کنید، لایک سابسکرایب کنید، یادتون نره کامنت هم بذارید. بچه اگه این ویدیو تا 50 تا لایک 20 تا لایک تونه بخوره، 20 تا لایک بخوره واسه تون اتچمنت دیل میذارم واسه سیزن 11 که سریع رنگاتون رو رنگ بتل و لجندش کنید و برید اش کنید. معمولا خبر اومده که میخوان 6 بار رنگتون لجند کنی یا 3 بار، میخوام بهتون یک گان لجندری رایگان بده. اکتیویژن جدیدن خبرش داره، میدونم والا راست و دروغشو نمیدونم. داریم زد لوت کنیم فعلا، هنوز باگ خوردیم میپرد. یه دقیقه فریز شدیم گفتیم تمام آقا ما رو انداخت بیریم. اچه راست بخواین یه اینو صدا پا داشتم، این صدا پای دور بود. مادم شاد نمایشی بزنم رفتم بالا دیوار دیدم نمیشه، دیدیم پیداش نکردیم و از خیلش گذشت. بله به یه بنده خدایی هم گان لجند داره تو مچ هم هست.
بچه ها به نظرتون اگه متون وین میکنیم لایک کنیم، ازتون خواهش کنم لایک کردن شما تکرار کنم باعث انرژی ما میشه. میتونم اینجا دوتا انداختم فکرم سه دفعه داره از این ور میاد ولی دیدم نه خبری بازم نیست. با دوتا رو بی موقع انداخته بود خط گرفتیم ایش دست نه یه ذره با شاتگان اومدیم راش بدیم که اینجا دوتا انمی یام کردیم عشق. اینجا اومدم گلا چیکم دیدم تیرمی اوکیه. گاندراب هم ننداخته بودن هنوز، گاندراب ننداختن اوکی. اینجا اومدم اینجا رد شدم دیدم دوتا صداپا داره میاد. اینجا طرف رو دیدم یه دونه دوزه انداختم میرم. اومدم از پشت دیوار دورش زدم بله این وره اومدم اینو بزنم یه دونه انمی دیگه ارزون ورشون اینو سر دمجش شدم اون وری زدم اینو اومدم با بیوای بزنم این موشات میشه. این وانشات نشدن بیوای خدا خیلی خوشم. یه دونم با بیوای زدیم کله این داداشمون یامش کردیم. باید لیت موت کنیم. بله اینجا خبری است. مشتاق داشتون هم داره با کارلجن همه رو داره میزنه. دنبال چی بگردیم بذاره اینجا. بله گاندیرا پا انداختم ولی خیلی دوره. یه دونه انداختم چه بچه های مت خوبه. پشت کوه موه بزنیم بریم وسط راه نزنیم بریم خیلی بهتره. چرا؟ چون که یاممون کنن بد میشه. اینجا هم بازم یه دونه دیگه انداختیم در مرز اطلاع زیاد نباشن. طرف رو یام کردیم و با دیوای یه دونه هم دو تا شات بخور. بله دو تا شات زدیم دو کلش و اینم مرد کیلشو برداشت. 100 مثلا رو زمین پیدا نمیشه جایده اومده یعنی اکتیویژن رو زمین گذاشته دستمانه یه ذره شانس بیریخته ما پیدا نمیشه دیگه. بریم میشه بچه ها از گاندراب دام بکشیم ببینیم چه طوره. بچه اگه مشترکه بود توی همین کمتر از سال 1404 به 200 برسه این ویدیومون رو دیگه با هندکم میذاریم الحمدلله. اگه به قبل از عید 1403 به 200 برسیم با هندکم دیگه ویدیو میذارم بش کنید. اینجا اومدیم گاندراب برادرمون 117 رو کشیدیم. بچه اینم اتچمنت آخر ویدیو هست بهتون پیشنهاد میکنم بذارید. یه پیشنهاد دیگه هم دارم که حتما بچه دارم اینو که دو سه بار میگم حتما خواهشن گان سبزه رو بخرید. یعنی نه تو شاپ برید پیداش میکنید. تو شاپ شاید پیدا نشد هم رو گانه همجوری بذارید میشه. ولی اگه میخواید قشنگ مثل همینی که تو فیلم نقطه کرده بیفته دیگه آره دیگه برید از شاپ بخرید تفنگ سبزه رو 3 سبزه منظورم. بعد این اتچمنت هم روش بذارید. اینجا اومدیم از بالا بریم میذاره بنده خدا رو اذیت کنیم لج کرده و اون بالا نمید. صدا پو داشتم اینجا دیدم خبری مبری نیست. دیدیم بچه اینجا سرشون شماره 2 شده سرش شلوغ بود ریخته بودن سرش. ما هم گفتیم این تو کمک شماره 2 ذره با 117 کیل بذاریم. یعنی بذاریم کیلا رو عشق کنیم.
ولی اینمیار ماشاءالله شماره 2 در نقطه داشت یام میکرد. اینمی نوش یه دونم صدا پا یه ذره صدا پا داشت ولی دو صفحه نمیومد صدا باش. دیدیم بله انگار تو جایی که شماره 1 2 3 هستن بود که این ور بود پیش من چه شماره 1 و 3. بله میبینید یک ماشاءالله داره تیر رو رنده میکنه. اون 117 داره ما 117 پیدا نکنه. گاندراب کشیدیم. این شماره 1 که بالا رفت از شماره 2 که بالا رفت ما یه دونه اینجا انداختیم باز رفت و دور بزنیم گفتیم از پلا بریم زودتر نیست. از پلا رفتیم دیگه یه دونه سیراب اومده سر دیدم بنده خدا نیستش. گفتم دور بزنم شاید اونوری که از اونور اومدم باشه. بله اینجا بنده خدا داری میاد برو بگو فقط نزدیک اصلا زنده نمیذاره بچه خود نزدیک یام میکنه میزوه نمی بچه. بعد این مچمون هم وین شد. بریم واسه 117 بچه اومدم واسه تون 117 رو بذارم که ببینیم از چه رنجایی میتونه بزنه. اینجا هم 2 تا پلک تصادفی گفتیم برداریم چون معمولا توی مچ کمتر پیدا میشه پلکای لجند پیدا کرد. پیدا میشه مثلا یه ذره کمتر. مثلا گفتیم 3 پلک متفاوت بذاریم. اینجا هم اینمیا رو آوردیم. این خوابیده باشه بهتره چون معمولا اینمیا رو دمیج میدی میخوابن معمولا دیگه. اینجا هم هست گفتم اول تو فاصله 5 متر بذارم. هد میبینید 32 تا راحت بزنید. اگه هدشات میتونید هدشات پلیرید اینجا میبینید دستا حداقل 30 تا از سینه به پایین 28 27 30 راحت این دمیجا رو میده. پا هم که کلا 25 کلا پا هم 25 27 میده. این بذاره دیگه رو زوم بندازیم چون این ذره چشم ضعیف این دور رو واقعا میبینه ولی کم. این نگاه رو گاندراب نیکش انداخت. بله خودم اشکال نداره همینو میزنیمش. میبینید هدش فکر کنم بله هدش 24 تا دمیج میده. سینه 32 تا الا نه 28 الا 27. پا هم که کلا 19 تا دمیج میده. شاید راحت نمیگم و بمیرم. فاصله 5 متر بزنیم. تو گیم پلی هم دیدید فاصله 5 متر راحت همون دقیقه یارو میندازه زمین در حد فنک راحت میزنه. یعنی رایفلی که 117 باشه در حد فنک بتونه تو بتل بزنه خود قوقاست. اتچمنت آوردم عشق. در اتچمنت عمل لجند نمیرسه ولی حالا دیگه تلاش خودمونو کردیم اتچمنت خوب بذاریم. اینجا میبینید یه ذره گانش لگت داره اونم به خاطر هاد و سنس منه. این هادی که معمولا باش بازی میکنم الان میدم هاد بتل هم میذارم یه بار 2-3 بار باید میکنم 2-3 بار باید. میبینید بچه دیگه الان میبینید چقدر کم تر شده اصلا. میبینید بچه قشنگ نقطه میکنه. هاد و سنستون مخصوص خودتون باشه. من اینو والا از یکی از یوتیوبر رو برداشتم و هادش خوبه ولی سنسم خودم چنم سرم یه ذره بد. بچه گفتم دیگه این ویدیو به 20 تا لایک برسه اتچمنت دیل میذارم. این ویدیو فقط به 20 تا لایک برسونید همین 20 تا لایک 20 تا کامنت. اگه دوست دارید دیل بذارم 20 تا کامنت 20 تا لایک. اگه دوست دارید شاتگان کریمو
BY و HS بذارم هر سه تاشونو. فقط لایک 20 تا کنید، همین. ازتون خاصی بود. حتی راستی من یه چیز جدید میخوام بگم، اینو برسونید به دست علیزی. خیلی دوست دارم باش دوئل بزنم. دعا کنید بیاید زیر همین ویدیو بنویسه که دوئل تو با موفقیت پذیرش میکنم. بچه ها دعا کنید که بیاید دیگه. یا علی، خداحافظ.